یک مرد نوبینو در دوشنبه 6 ماه کسانی را می جوید که با بهانه کمک او را غارت کردند و پولش را بردند. اصلدین جلالوف می گوید یک جوان با استفاده از کارت بانکی او پولش را از بانکمات گرفته است. هرچند این کار در جای سیرودم شهر و زیر دوربین‌های نظارتی رخ داده است، مقامات تا حال غارتگر را پیدا نکردند. واقعه بیت مشهور در آن شهری که نامردان عصا از کو را می دزدند را به یاد می آورد. اصلدین جلالوف در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه دهم سپتامبر سال 2023 در نزد بازار کاروان دوشنبه رخ داد. آن روز خویشاوندان برای طبابت پسرش به کارت بانکی اصلدین 4000 سومونی گذرانیدند. وقتی میخواست به کمک دخترش این مبلغ را از بانکمات بانک دوشنبه سیتی گیرد، جوان آنها را فریب داد. جوان گفت اکو کارت را نادرست ماندید، کار درست میکند. از بس که به دخترم اونقدر باوری نبود، این جوان از ما استفاده برد. یک زن صدا برآورد که برادر اینها نابینایند، نمیبینند، برایش یاردم کن. وی از هفتش منتظر همین گپ بود. دخترچه مرا یک طرف تیله کرد و خودش نزد بانکمات ایستاده به ما 1000 سومونی گرفته داد. حادثه را نقل میکند اصلدین. به گفته این مرد نوبینو، جوان غارتگر 1000 سومونی را در نزد خودش آنده بود. بعد کارت مرا عکس گرفته همیان الکترونی پیوست میکند و 2000 سومونی دیگر را از آن میگیرد. خلاصه 3000 سومونی ما را دزدیدند. اصلدین جلیلوف حادثه را با علم نقل میکند چون به گفته خودش آن روز پسرش در بیمارخانه بود و به اون پول سخت نیاز داشت. اصلدین 38 ساله با کمک نزدیکان را می رود. روز واقعه دخترش او را همراهی میکرد. با گذشت نیم سال از حادثه تا حال جوانی را که پول مرد نوبینو را تصرف کرده بود دستگیر نکردند. اصلدین جلیلوف و همسرش کرد و نوبینو هستند. سال گذشته با 3 فرزند برای زندگی بهتر از نویه دنغره به دوشنبه آمدند. اجاره میشینند، با فروش سلفان در بازار کاروان و نفقه مایوبی روز میگذرانند. اصلدین برای حل مشکلیش به بانک، پلیس و دادستانی مراجعت کرده است. مسئولین بانک دوشنبه سیتی در پاسخ به مراجعتنامه اصلدین جلیلوف نوشتند که این حالت به آنها ربط ندارد و در نتیجه روزگی مشتری یا فارغبالی رخ داده است. بانک نوشته است پیدا کردن قانون شکن و جنایتکاری که با وعده نیکی پول اصلدین را ربوده است کار مقامات ملیسه است. مقاماتی که به قول مرد نوبینو هیچ کار تا کنون از دستشان نیامده است.